ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه روز دوم ماه سال 2023 خبر داد که در اساس مراجعت یک شهروند از جانب کارمندان میلیسیا راننده اتومبیل تمغه خوندا سلیارس رقم‌های قید دولتیش 9058-05 شهروند رازقوف قدردین سال تولدش 1999 استقامت کننده شهر دوشنبه محله خووران بازداشت کرده شد. اخیراً یک زن در شبکه‌های اجتماعی از رفتار یک راننده تاکسی شکایت کرده و گفت که این راننده او را با الفاظ قبیح دشنام داده تحقیر کرده است. ضمن سنجش معین گردید که نام برده همچون راننده مسافرکشان در شرکت سفر آریان فعالیت نموده صحنه 9 ماه تقریبا ساعت 09:45 در کوچه میرزابک هنگام به فعالیت مسافرکشانی مشغول گردیدن به یک راننده زن مانع ایجاد نموده همزمان با الفاظ قبیح و اشاره های غیر اخلاقی شان و شرف او را پس زده است. وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیسیا نسبت به راننده رازقوف قدردین با مقصد اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانونی موادهای ضروری ترتیب داده به دادگاه ارسال کرده شدند. گفته می شود در اصلاحیه میلیسیا دوشنبه در این باره تفصیلات بیشتر نداده است، ولی معمولا چنین قضیه ها بر اساس ماده 460 کودکس حقوق بین‌المللی ماموری تاجیکستان با اتهام می دعواباشی جمع و بست کرده می شوند. بر اساس این بند قانون بر راننده تاکسی برای می دعواباشی جریمه و یا تا 15 شبانه روز حبس ماموری تهدید می کند.